تا حالا برات پیش اومده که نصف شب یهو پر از انگیزشی با خودت بگی فردا بلند میشم زود، یه ویدیو خفن میسازم، یه اسکریپت مینویسم، ادیت یاد میگیرم، کانالمو میترکونم. حتی میگی از فردا دیگه همه چی جدی میشه، هیچ اهمال کاری، هیچ شیرینی، هیچ چی دیگه نیست. ولی صبح که میرسه هیچ چی از اون انگیزه ها نمونده. انگار کل اون هیجان چند ساعت پیش دود شده رفته هوا و از خودت میپرسی چی شد؟ چرا دوباره همون آدم بیحال شدم؟ چرا این همیشه تکرار میشه؟ ببین، نه تو تنبلی نه شکسته‌ای، واقعا مغزت داره کاری میکنه که طبیعیه. ولی اگه بدونی چرا این اتفاق میفته میتونی ازش استفاده کنی. انگار دو نسخه از خودت داری، نه؟ نسخه شبانه تو که پر از انگیزه و ایده است و نسخه صبح که زورش میرسه فقط از تخت بیاد بیرون. این فقط یه ویژگی شخصیتی نیست، یه چیز علمیه. شبها همه چی آرومتره، حواس پرتی‌ها کمترن، مغزت بالاخره یه ذره نفس میکشه. اون قسمتی از مغز که دائم گیر میده و میترسونمون کم کم خاموش میشه و اون صدای محافظه‌کار ساکت میشه و رویا پرداز درونت میاد روی صحنه. برای همینه که شب هدف گذاری آسونه، ولی صبح که بیدار میشی استرس‌ها میریزن سرت، تعهدها فعال میشه، کورتیزول میره بالا، ولی اون صدای خیال باف شب گذشته ساکت میشه. دوباره میافتی تو حالت بقا و ساخت ویدیو دیگه تبدیل میشه به یه کار سنگی. اما حالا که دلیلش رو میدونی، اینم بگم که راهش چیه. مرحله اول، وقتی انگیزه داری ثبتش کن. قبل خواب فقط 1 یا 2 تا کار کوچیک یادداشت کن که فردا واقعا میخوای انجام بدی. نه یه لیست بلند، نه آرزوهای بزرگ. چیز ساده ای مثل فقط یه ایده ویدیویی یادداشت کنم، فقط 3 دقیقه با موبایل تست ضبط بگیرم و بعدش یه پیام به نسخه خسته فردای خودت بنویس. مثلا میدونم حالت خوب نیست، ولی فقط این یک کار رو انجام بده، حالت بهتر میشه، بهت قول میده. مرحله دوم، شب محیط رو آماده کن. نسخه صبح تو قابل اعتماد نیست، پس شب همه چی رو براش بچین. لپتاپو باز بذار، میکروفون رو وصل کن، چراغ یا سپایه رو بذار دم دست، ایده رو بچسبون روی دیوار. اینجوری ساخت ویدیو از دید مغزت آسان‌تر میشه تا نساختنش. مرحله سوم، کوچیک شروع کن، خیلی کوچیک. لازم نیست بشینی یه محتوای کامل بذاری تو کانال. فقط یه قدم بردار، فقط یه جمله ضبط کن، فقط پروژه ادیت رو باز کن، فقط تامنیل رو درست کن. همین یه قدم کوچیک باعث میشه بیفتی تو حرکت و اگه حتی به ویدیو کامل ختم نشه مهم نیست. تو حاضر شدی و این چیزیه که کانال تو رو میسازه، نه انگیزهای شبانه. حقیقت اینه، تو به انگیزه بیشتر نیاز نداری، تو به سیستمی نیاز داری که بدون انگیزه هم جواب بده. اگه هر شب تصمیم میگیری از فردا یوتیوب رو شروع کنی، وقتشه که نسخه صبح تو بالاخره به اون قول عمل کنه. و اگه هر روز بیدار بشید و صدای اون شکاکه توی سرت میپیچه که تو تنبلی، تو نمیتونی، کی به تو اهمیت میده؟ بدون بیشتر این فکرها واقعیت نیست، فقط نویزه و تو باید یاد بگیری که دیگه نذاری این صدا آخرین تصمیم رو بگیره و از همینجاست که همه چیز تغییر میکنه. اگه از این ویدیو فقط یه نکته هم براش کردی، ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی و منو سابسکرایب کنی تا از ویدیوام جا نمونی. ممنون که تا آخر ویدیو رو دیدی. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.